با شما بلیط های ارزان لازم باشد؟ با واتساپ اویاکس شاهنوزه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. بکامی نام را دیسو ختم اشک زندانی بکامی نام را دیسو ختم اشک سلطانی بجانم دلم زین زندگانی دادر جان بچه هایش که خیاه کمش نمان بخیر حاجی های میکنیم حالا آدم بگیریم های میکنیم امی پوچته فرور بچه جان ایجیدیم فرور پوچته پای خمه بو فوره شامه مونو گاب دوری بو فوره شامه باردارم بگو نه اولی میریم فرور میریم تیزانش کاکا مالی حاجی میریم حالی اوی چنگ جو آدمش نوخی تیزای کاکا مش نمو خیاه میخیر که حاجی یکون کسی که فرق کنه یا دختر جانو بیاین بچه ها فهمیدم نمیشتو مخی مرحمت بچه ها دخترکو کسی که میخواه مرحمت باقا تماشا کنه 5 سامانی میشینی بیا دختر جان مرحمت بشینی شیت اینه میریم برادر جون اینه میریم حاضر خواب اویش که چوچو اینه تمام اینا بی دیگاره که یک استراحت بی یکا ببرم بکا یکا یا بچه یا دکه نیستونه نشیشتی ما که های کاکا شیشتی اویا 100 متر دویدیم ده میدونی نرخ نوارا نرخ نوارا میدونی کی را؟ نرخ نوای ماشین میدونی فهمیدم شیدا بدونی شید تمام شید تمام با خوشی رو هم فصل زیباترین آخی من بهار تمام شده سه علاقه دیگه تابستان میدرویم حالا من سرسبزی خورمی یا بودن دیدی همین توجیکسان چی بازه بشته دوشنبه چی خیره روز تا روز همین باور کنه شکرانه اسخلال نه زیباگی رو بینه باور کنه بله شما هم زیبا شده بیشتانی اوکی بچه ببخش عذر اکا میگو میریم حالی که دیگه حالی میریم حالی تماشا میکنیم یک کروگی کلار میکنیم چه دینیم سمشی دولی سرحال کنیم همه سوزا همه که اکا اوسا نرمال اکا اوسا که دل میشونه کم دختره کشرو شناس نمیشیم شناس؟ میشیم؟ آوا 5 میرفلی مرا بتین با شناس میشیم 5 میرفلی؟ ماله اگه چی وای نیست نام تون چیه میبخشه نام تون چیه؟ نامی ما چیه؟ آقا 5 میرفلی را بته با میگم نامی ما چیه؟ ماله اوکی 5 میرفلی اگه چی نیست نمره تلفن چنده میدادی؟ نمره تلفن ما؟ شناس میشیده مخی نغز میشی مالی از میتیم 5 میرفلی را ته از نمره تلفن نمیتیم 5 میرفلی راستی گم دختره کشرو همین من نه راستی آمدم راستی گم زنگیر ما اگر که روزی باشی گپ این خمون خونه تون اسکاله رو یکنم بچه ما زنگیری؟ ای راستی زنگیری؟ ایخه که باشه بعد اوچه تکای خونم خواستگاری روی میکنی کی روی میکنم؟ اول 5 میرفلی مرا بوده با من همین رئیس حیران میشم من ندیده بودم که همین وقتی کندنده با دست بکنن جوش تیار کنن با کرن میکنن یا تکنیکا میارن یا جوش حبار میکنن با دوما میخیزونن چند اتاجه که مخلوطه با مستحکم کشید با دوما میخیزونی این خیلی کورس من نو دیدستم بو بچه و تو عندی چخرگی اهنه میروی 2 سال شد که همین کاتلمان کندرسی رای جان خدم توخه همین قد کار میکنم زور ما میخوام میرسه بچه ما 2 سال باید دامو بار داریم ما وعده دادیم که سرا که ما 2 سال تو همین کنده برو وعده بود نکنی تو وعده داده رئیس شما که من آدم میارم کلیتون کار میکنه کدام بود رئیس جان بیعقل ایجا ولی عبک بیسار بدن آدم نمیرسه برای همون هر یه عبک ده یا آدمی ماندم گوش که تو خوب طورش بره همون قطعی هم پاریز عبکتی بولوگی ده فتات ده تا قطعی هم یوردم که فهمو رئیس ما شما رو فهمیدم ما پیش او بچه برم فساد زیسته من خیلی یارو نمیبرم مگه فساد کی باشه اونجا میرم میوردم کس که باید دومو مس بریم مال تست
توی کاتلان دیما تمام میشه که کرپیچو میپوسم. میره خوب ترش دیگه عبید بولن نکن. رولی ما برم هم بچه ها رو گوزنم تیز بیام بگیرم ببرن کی. توی دوم تیار میشه که در موی سری ما یگان موی سریسیونو میمونه. خاک امور خیلی کاری نمور کند نمور سوسر بکنه. السلام علیکم. رئیس بابا چخیر؟ زحمت شما نزدیک شکر همین یک هفته جت اومده رفتید که شما رو نمیام رئیس بابا. تینجه هم مبلغ گرفتین دیگه خونه نگفتین 2 سال بود میشه 2 سال اومده نشسته تایو چیکار کنیم؟ خونه شما چند متر بود حسین جان؟ آخه رئیس جان خونه ما 6 متر بود. 6 متر؟ بله خونه ما کجا شده که؟ خونه شما یگان جانشی ده خونه شما همیجه ده با فکرم حسین جان الان 6 مترش الان میشه تیار شما این همی بنایزی که خدا خواهد پدوشکشو میرزیم بیتوش میرزیم سر میکنیم همی پدوال سر میکنیم ایشان در بود میشن زیان نشه حسین جان خودت نداری که ما 20 عبید دارم 20 عبید هر روز هر یاتی بره رئیس جان رئیس پرویز غلطید پرویز غلطید ای بولو ای 11 متر غلطید پرویز او چی غلطید آخه این ابی بنده در پشت باست بنده در پشت باست گفت که کشول میکنم خما فساد میزنم ای همونجا غلطید این بند درازی بعد بده رفت در تازه با بند اینم قدر دیگه زیوتی کرد اینم خیلی چی دیگه گپ نمیزنم با فکرم که تمام با چی خیلی چی انا بابا چو واردس یان شوخی واردس یان شبا واردس باشانش چی گوش کنید همه کسی میرین زنش میفهمونید که هم خیلی واقعا روی داد همین کار شید رئیس جان ما بردن نمیتونیم را که التماس این گپا ما گفتن نمیتونم رئیس جان که شما با رئیس با بالای ما کلانین همین گپا نمیشه رئیس جان شما ختم برین گپ زنین که خشید بچه ها رو بگو همه کسی میرین خب رفتیم یانگا السلام علیکم ناز السلام یانگا علیکم ناز رئیس جان شما چخه ناساز بیم بشنه رئیس نه میریم رحمت شوهرتون خونه ده نه رئیس جان همی سر کار برآمده بود نامده تو ازیره فهمو اینجا رئیس تینجه گفتم که همین مبلغی که گفتم که همین هر ماه که من اولیکش میدادم 10,000 سومونی خونه میومد چند هزار 10,000 10,000 سومونی هر ماه میدادم شو میگم که خونه میومد نه خونه درآوردگی نیست هر ماه 500 تومانی می درآورد خونه دیدی رئیس میگم که یکم راه بد رفته همین روز یگان راه بد رفته که یا که دختر بازی میکرده میگشته رئیس جان به فکرم شما رو هم راست میگین 10,000 که شما او را بتین 500 خونه بدروره گپی شما رو هم راست رئیس ولی ما او را مردش خونه میدرورم چی؟ مردش خونه میدرورم ولی او را مردش؟ ها گوش کجورا؟ برای بچه ها رو بگو مردشو بدرورم